اعتیاد چالشی است که آینده شماری از جوانان را تهدید کرده و آنان را از مسیر زندگی سالم دور می‌سازد. در همین راستا 80 تن از زنان و جوانان بهبود یافته از اعتیاد پس از سپری کردن یک دوره 6 ماهه آموزشی در بخش‌های خیاطی، موبایل سازی، موتورسیکل سازی، نلدوانی، فلزکاری و انجینری برق از سوی ریاست صحت عامه غزنی با همکاری سازمان بین‌المللی UNDC فارغ شدند و بسته‌های کاری دریافت کردند. کوم کسان چې د علاقې مطابق است، کوم کسان چې فارغ شوي دي غو د علاقې له کوم سره د علاقه لري، له کوم سره د ښه ذهنیت لري، کوم سره د چشته لیواله دي. د چې امتحان واخیستل سو بس مقابل کې کوم نمرې ورته ټاکل شوی هغه واخیستلې مربوطه بخښو ته معرفي سو. سپیغو کې خیاطي ولا موبایل سازي ولا پلیسکاری ده، نلدواني ولا او برق ده. دو شان د معرفي سوي و پیغو کې خپل له څلورو میاشتو تر شپږو میاشتو پورې د خپل دوره پای ته ورسوله. نصیر احمد یکی از افراد بهبود یافته میگوید که 12 سال به مواد مخدر نوی پودر اعتیاد داشت، اما اکنون پس از درمان از زندگی خود رضایت دارد و از تجربهش درباره مشکلات و تأخیرهایی که در گذشته در خانواده و جامعه با آن روبرو بوده است میگوید: در حدود 12 سال میشد که من مبتلا به مواد مخدر بودم. طور شخصیتی شدیم، طور لفظی شدیم. یک شخصی بودیم که رانده شده از همه جا بود. هیچ کسی سر ما اعتبار نداشت، حتی پدر و برادر ما سر ما اعتبار نداشت. در یک جایی که می رفتیم قابل اعتبار نبودیم. واقعیتش گفتن فکرتون باشه که نصیر آمده کدام چیزی برداشته نبره. واقعیت از چیزی که واقعیت از زندگی ما امور بهتون میگم. ولی خدا رو شکر امروز قابل اعتبار هستم. خلاصه اینکه یک شخص مفید هستم برای خانواده خود. افراد بهبود یافته و آموزش دیده در بخش‌های حرفه‌ای با ابراز خرسندی از این برنامه از دیگر جوانان نیز می‌خواهند که از مواد مخدر دوری کرده و برای داشتن آینده سالم تلاش کنند. زه دونه خوشحاله یم چې دې نه اضافه خوشحالېده نشته او تقریبا اوس زموږ 5 میاشتې د ترمیم د موبایلو کورس ویلی ده او اوس په خیر باندې فارغه شو. نن به موږ ته دا وسایل د ترمیم راکړي. بر دوستایم هم که پیام ما اینمی است که باید از این فلاکت باید خود نجات بدن. تا بکه ما خود ما 10 سال در فلاکت آغشته بودیم. بعد از 10 سال 3 سال مثلا خدا رو شکر که ما مثلا از این فاصله گرفتیم. دیگه بازم مسئولین هم باید کوشش کنن که مثلا یک کار بار و میدونن. ما مثلا خود ما با ایران بودیم، از ایران هم می‌بینیم یعنی کورس ها بود که مثلا 6 ماه ما درس خوندیم، بعضی می‌بینیم الحمدلله سر کار هستیم. با گفته کارشناسان بازگشت افراد بهبود یافته از اعتیاد به زندگی عادی تنها با درمان پایان نمی‌یابد. فراهم کردن زمینه کار و آموزش‌های حرفه‌ای نیز گام مهم برای ساختن آینده سالم و جلوگیری از بازگشت دوباره آنان به مواد مخدر است.